امروز تو این ویدیو قراره هر چی که مهدی بخواد من براش بخرم، ولی یه شرطی داره. بابا تو هم دهن ما رو سرویس کردی. یه چیز رو کلا میخوای واسه من بگی، اونم فقط شرط. قربونت بشم. من یه شرط دیگه چالش. خب خونه رو میخوای چالش بعد انجام. چالشش چیه؟ حالا بریم توی ادامه ویدیو همه رو میفهمیم. اومدی زندگی همین غذا بابا تکونم نداری. زندگی مانی تا صبح گشنمه. بیا اینو بخور. الان شما برمیگردیم آقای فیلم اینجا گذاشت. آقای فیلم بردار. اینو بردارم. اون بنا کن. من یه چیزی می‌نویسم، تو بین بالا و پایین انتخاب می‌کنی. من و بچه‌ها می‌بینیم چی نوشتم من. سریع. برو اون بنا. گشنمه بدو. اون بنا کن. شاکرم. قربونت. میتونی برگردی. بالا یا پایین؟ پایین. بالا مطمئنی؟ بالا یه لحظه وایسا. گفتی اول پایین. من نه بالا. بالا؟ بد. بین پیتزای خوب و پیتزای بد شما بد رو انتخاب کردی. من میخواستم ببرم پیتزا 360. نمیخوام پیتزا باشه. 360 دست توه. البته دست توه ببخشید. یعنی چی؟ اول ویدیو میگه دست تو هر چیزی فقط چاله. حواسم. آقا پیتزا خوبه دیگه. پیتزا بخورم. دوست داری چیزی دیگه بخور. یعنی من الان بده فقط هر چی بخوای بده. خب پیتزا بد نداریم. بخوای آزادی. پیتزا بد نداریم. حالا هر قیمتش ارزونه دیگه. من می‌خواستم همه جورش خوب انتخاب می‌کردی. خوب انتخاب مورد علاقه. خوب انتخاب می‌کردیم. رفتیم 360 بعد انتخاب کردیم الان می‌بریم اینجا 360 واسه تو واسهش پیتزا بخرید. پیتزا زده مخلوط 140. ببین پیتزا قطعی توش گوشت گربه است. پیتزا هر چی کثیف‌تر اون ساندویچه جدی جان تو. پیتزا هم صدق می‌کنه. این چرا دست منه؟ اون ساندویچه بیا دستم. اون ساندویچه بچه‌ها ساندویچ تکنولوژیا چه خاطی داشت. 50 سال استفاده نکردم. حالا سفارش دادم من که قطعا نمیخورم. خب من از این نمیخورم. من کاملا راضی. شما بخور حالا. آقا امروز روز منه دیگه. نه روز تو نیست. روز کیه؟ حالا هر چی بخوای واسات میخرم. من کاملا راضیم. 140,000 تومان که هیچ، اصلا تو بگو 50,000 تومان پیتزا. خب من 50,000 تومانشو بگیرم. عزیزم واه قشنگم. اصلا عشق میکنم. دارم امروز عشق میکنم. ایتالیایی من. خب ببین واسم سرو کن. از اون جایی که ما اومدیم خیلی خفه شو. از چی بزنم پیتزا؟ از اون جایی که ما اومدیم یه جای خیلی خفن. بله 100%. جا نداشت یعنی جا داره چون مشتریش نشسته داره غذا میخوره تو نمیتونستی بشینی. جای چلسی میای. آی جو من که نمیخورم. من تو اصلا حق نداری بخوری. بیا صفا کن. آقا بیا بگیر. خدایی نگاه کن اصلا با لب و دهن آدم بازی میکنه. آره خب پنیرش اوکیه. من یه دونه سریع تست کنم خودمون. اونقدر هم بد نیست. تا حالا دیگه همه خوشتی بیا جا نیده بودم. بخور نوشید چون نه عزیزم بخور. نه سیرم. به خدا ضرر میکنه. سیرم خب میم. این چوسی بازی ها رو بذار کنار. این چوسی بازی ها رو من سیرم. خب سیرم. سس بزن. به فکرتم بزن. پیتزا فروشی بزنیم. ما میدیم 130 چیزی نداره که کلا 4 تا دونه کالباس زده. خدا وکیلی 100 تومن میدم. 100 تومن بدیم داداش. 100 تومن بدیم اماکن میاد. چقدر وحشتناک. وای خیلی نزدیک بود. اینقدر مونده بود بکشمه. من با چی انرژی میگیرم؟ قطعا با من ندیه قهوه. نه چون با تو انرژی میگیره. همه شایان پر انرژی تو کامنت ها. قهوه. خب قهوه. آیتم مورد علاقه من تو قهوه چیه؟ آیس کارامل ماکیاتو. من زدیه کارامل ماکیاتو. بیا
آیس آمریکانو میدونم ولی دیگه از این تو بهت ویدیو بگو آیس آمریکانو. نمیدم. ببین منو تهدید نکن. درسته امروز روز توه. من قراره برای صحبت نکن بابا. وطن داده سخت‌ترین آیتم میذارم. سخت‌ترین آیتم میذارم. این از قبل نه تو خدا وطن داده سخت‌ترین آیتم. قهوه رو بذار بخورم. هیچی نگو آیتم هم بگم چالش هم بگم. ببین ما بریم تو. شما باید بری اونجا 2 دقیقه با هر لهجه‌ای که بلدی باهاش صحبت کنی. آقا من نمیدونم شمالی بلدی، ترکی بلدی، چه میدونم کردی بلدی، با هر لهجه‌ای که بلدی. مهدی تایمر میزنم 2 دقیقه. خب بحث نداشه بذار واسه بگی ازش. ببین 100 تومنه تو ما بده 99 قهوه رو کی تخفیف میگیره؟ 2 دقیقه صحبت نکنی قهوه تو ازت میگیرم. خوشم نمیاد از لهجه قهوه تو ازت میگیرم. بدونی برو. آره مهدی جان من تایممو گرفتم بفرمایید. ما اینو از همین الان از ترمینال برداشت آورد. سلام علیکم خوب هستید؟ من بیدنه آیس کارامل ماکیاتو میخوام. برای کی کارامل ماکیاتو میخورن از کارامل ماکیاتو نه یه چیز آمریکانو. فیوریتش آیس کارامل ماکیاتو. یه دونه کارامل ماکیاتو بیا آمریکانو آیس آمریکانو بزنم. آیس نه یخ آمریکانو باید بگی. ترکی یخ به بلا یخ توش داشته باشه. من 2 دقیقه مجبورم این لهجه صحبت کنم. نباید بگی 2 دقیقه مجبور نیستم صحبت کنم. مهدی جان واقعیت خوشم نیومد. دست صبحام داره میلرزه. خوشم نیومد عزیزم. من خجالتی ام. منو اصلا چیز نکنم. اصلا خوشم نیومد. یعنی دیدن آیس آمریکانو بده به من داداش. کجاش لهجه ترکی بود؟ ترکی دارم صحبت میکنم. کامل نمیتونم. خوشم نیومد واقعیت. آها اینطور قهوه رو بخوری. بیا آیس این مرد به نظرت قشنگ لهجه داشت؟ بد نبود. نصف قهوه تو بهت آقا تو گفتی کامل. نصف قهوه تو بهت نه من تو تصمیم نمیگیری. من بهت چالش میدم. اگر درست انجام دادی میگم درست انجام دادم. آفرین دیگه من تصمیم گیرندم بالاخره. بذار حالا قهوه بیارم. امروز روز منی. اصلا به تو چه؟ تو رو سره نه. اشتباه کردم اصلا. آقا ویدیو رو ما همینو کنسل میکنیم میریم. صبر کن. نه بابا دیگه بعد نمیدارم. تو رو خدا انرژی نمیگیرم واسه ویدیو. انرژی ندارم. بده من. انرژی ندارم. بده من. انرژی داشتم. باشه قلب برات درست کردم. خب بذار بخورم قلبم. چرا با لهجه خوب صحبت نکردی؟ شایان دیگه لهجه ترکی چجوری صحبت کنم؟ یه بچه کف یاخچی آباد شده بودم دیگه داداش من. با کف اردبیل میشدی. میخوای برام دوباره صحبت کنم؟ تا تو بری بیای من اینو دیگه تست کنم. الان برام صحبت کنم. بس جان چقدر مکش داره به آب نامست. میره کجا اینا؟ میدم کجا میره؟ من نمیدونم با یه دونه اینجوری نصفش رفت. کثافت مرض. تو که نذاشتی از قهوه‌ام لذت ببرم و گلوم بکنی. گلاس وایس. نه جون تو نمیخورم. گفتم جون تو. گفتم نمیخورم. حداقل الان بخور دیگه حرف بزن. فهمیدم میخواستی چی بگی. بخور. بریم برام لباس. نه بخور. بریم برام لباس. یه آیس آمریکانو دیگه برات بخرم اشانتیون. دیگه به خاطر اینکه نصفشو خوردم یه دونه دیگه می‌خریم. الان میریم برام من لباس می‌خریم. لباس چی؟ لباس کوچ مجلسی. نه آقا یه تیشرت میخوام. بریم تیشرت بگیرم. آقا روز منه دیگه. به من به احترام بذار. احترام بذار. بریم دیگه. بریم. دستمو ببوس. اومدیم تیشرت تو برات بخرم. ولی درد بگیری. ولی خیلی درد استرس بمیری. سلیقه خودت نیست. سلیقه عمته. نه دیگه من الان با داداشمون که اون توه هماهنگ کردم. درست. سری تیشرت چیده. مثلا حالا سلیقه‌ای همش نمیشه گفت اون بده این خوبه. به سلیقه تو. نه به سلیقه تو که اصلا همشون بده. چیده چند تا شما چشم بسته میای میری اون تو دست میذاره روی یکیش
و میری همون رو پاراف میکنی همونم میخری. یعنی سایز مایز هم مهم نیست. یه سایزته اون نیست داشت واقعیت. من تو هم نخواه تیشرت چیه میخوای؟ گفتی از رگال خارجی هاشم بذاره یا ایرانی فقط؟ وارداتی گفتم واسه بذاره اونجایی که تو همین شانسی جدی ببین اینجا زده دیگه از 500,000 تومان داشت تا 2 میلیون تومان چیده. حالا ممکنه رندوم چیده باشه من نمیدونم چه جوری چیده. دست بره رو 15 تا 18 تومان از سری کارتو کشیدم همون رو کشیدم. بیا بریم نکن تو در بیا بابا چرا باید بکوبم چشاتو وا نکن نکن اینو من خب ببین الان یه ذره باشه برو دستتو بنداز الان جلوی میزی خب به خدا دروغ آنم از اینجا شروع میشه میاد تا اینجا خب این چش آفشه یه لحظه واسه تو نمیتونی جنسشو دست بزنی ها رندوم از راست تا چپی که بهت گفتم دست بذار روی دونش بذاره میتونم میام جلو نه دستتو بذاری پایین میخوره باشه یه دونه دستتو بیار بالا یه دونه راستو بیار بالا بذار روی این بابا یه چیزی همینو برو بپوش میکروفون تو بده برو بپوش آقا اینا چندیه؟ 518 برو جدی؟ گل در رو اومد اصلا بیا اصلا به هم نمیاد به جلو آینه خودت یه ذره تنگته آره من اصلا اینجوری لباس اشکال نداره سایز بزرگتر شد برمی داری خب همین اوکی دیگه من اینو برام خریدم آیتم بعدی چی می‌خواستی؟ کفش دیگه نه اینقدر سریع کفش شد همین اوکی بفرما بیا یه لحظه بیا ببینیم کدوم کفش می‌خواید انتخاب کنیم آقا من که اصلا جردن بازم خب جردن باز از اینا باید باشه الان هر چی انتخاب کنم درجا میگیره یعنی چالش نداره انتخابتو بکن من اون کدوم توسی سفید آبی توسی سفید آبی سرمه یعنی من اون میخوای به نظرم حالا آها پاپو بگیرن تو دهن حالا میکنه حالا مهمه ما تو کوتاه کردی جدیدن نکن آره آقا نکن یعنی چی هفته پیش کچل نمی‌کنم نه میخوام خوشگلت کنم به نظر حدود قیمت اون کفش چنده فکر کنم زیر 4 تومن اینا نباشه دیگه خب دیگه شما میخوای 4 تومن من واسط هزینه کنم بعد این کار ارزشمند انجام بدید آقا بعد میگم من کله رو رنگ کن اینو راحت هم بود رنگ داری صحبت میکنی دیوار مگه میخوای رنگ کنی کله رو رنگ کن منو رو واسط باز میذارم یعنی هر رنگی دوست داشتی بزن با اسپری نه با اینه که گچه نه رنگ تو خودت میدونی من مو ندارم همینم بخوام دکوله بذاریم میشه سوزه بابا خوشگل میگیم واسط هایلایت بزنیم بگو نمیخوام کفش بگیرم من گفتم نمیخرم من گفتم میخرم شاید اون حالاهه ببینید بچه‌ها لایک کنید کامنت نه آقا وایسا سلام بهونه قشنگ من میخرم بذار ویدیو رو تمام کنم آماده یهو بزن اون ازش چیکه اینجوری آماده وایسادی یهوه یهو بزنم یعنی تو نفهمی